در اینترنت شما ویدیو میپرتید، شما اول باید یک چیز سنجید، یک چیز دانید که این صورتی که در بالای اکران میبینید او آدم نیست که اینا پدرش کشته بود. باید آدم پدرش کشتگی وابشه دیگه کسای برادرها از خدا شرم دارید. یک از فرزند شما رو همین خیلی ویدیو کند، شما در خوشروهای شما در بازی میرسن، خیلی کیف میکنید اون خیلی ویدیو رو تماشا کردن. از خداوند شرم دارید به خاطر لایک و پادپیسچیک، به خاطر پراسموتر و به خاطر یا سایت روز کردن آدمی زنده را مردن برارد. این برشکه ما این زنده، این همسایه زمینی ما های در همینجا. وقتی که این ویدیو را دیدیم و خیشوانداش در من علاقه برمودن، گفتن که امی وی ما فرزندی، ما ای جانی، ما گفتن اینه گرفتی هم خیلی چی روز کردیم، همین چیزا فهمون. گفتن خداوند کم ترک شرم کنید. این لایک، این پادپیسچیک، این سایت اینو ابدی نیستن، نه که پگه یک از همون صاحبی چی 1000 بار حقارت کردگی برای خاطر هم صورت فرزندش روز کردم. من سایتش در اینجا میمونم، در کار شود نمروش هم میتیم تون مقصد که زنگ میزنه این بچه زنده های همین 2 روز پیش ما فرماد براف. این همسایه زمینی ما او آدمی که پدرش کشتگی و دیگه آدمه و وابشه دیگه آدمه نکنه. خیلی کارو را از خدا ترسید، نخوا که شما آدم زنده را برای خاطر لایک و پادپیسچیک فقط برای همین چیزو میکنید، شما برای خاطر یگان چی نه. خداوند شرم دارید، نکنید این کارو را. او آدمی که با فرزندش کشت که و جزای و دعی دنیا هسته، با این خداوند فرزند مردگی و رحمت مغفرت کند به خاطر و بیچاره که چیز شد نشد گذشت رفت برای خاطر لایک و پادپیسچیک گرفته دم خیلی ویدیوهای آدمای زنده را هم قطار کرده کشته دید. نکنه برادر جان، خداوند ترسید. سلام علیکم، خداوند نگهبانتون باشد. حاضر ما نمازی بامداد خواندم برآمدم. راستی گفت نمیدونم نماز چی خیلی خواندم، برای که تمامی نماز خداوند که قبول بگردونه ببخشم. تمامی نماز در پیش روم سیمای کودکک که پدرش قدر ظلم کرده و بالاخره وفات کرد، سیمای همو در پیشم بود. لا حول ولا قوة الا بالله. انا که تصور کنی که همو حالات وقتی میبینی در چی با همو بچه درونش علام داره که امی чизе ки мепрсаша хели то есть ему уже без разницы на этот мир, на все что происходит, дастош кандаги, дастош дард мекунад, как ему больно, чхел мисол азоб дора и дард дора, ему настолько на это все наплевать. ягон чира аллакай ҳис намекунад, алам да друнушидагия. Аки тасаввур кунед ки модари бечораи вай чихел ҳама ҳамин ситуатсияро айсараш гузаронда, мисол да чиво зулм да хона ки натона ки брава фарзандша мисол буброра нигоҳ кунад, ё ки мисол баъд аз ҳамон қадар зулм бо бурда дар подвал мондан. Тасаввур кунед ки чӣ қадар ҳамун занак пуртоқат будагия ки мурдай кӯдакша гирифтай бо шуш маҷбурш када ки чинага хаб кунад, бурдиян шуштиянаш бо گرفته برده گور کردنی بدیانش که هیچ که نفهمه حادثه را. تصور کنید در چیوا زنکای ما مدارای ما پر طاقتن، تا چی اندازه میتونن مردا ظلم باشه، تا چی اندازه میتونن ظلم طاقت کنن. تصور کنید که خدا بی‌خبری، بی‌سوادی، بی‌تربیتی تا چی اندازه آدم میتونه ظالم کنه. آدمی که از خدا با خبر است، از آخرت با خبر است، عقل تمیز، تربیت گرفتگی است، تعلیم داره، عموما کم ترک خوندگی است در برای دنیا، هیچ وقت خیلی رفتار نمیکنه. برای من میخوام بار دیگر خاطررسان کنم که فرزنداتون تعلیم تربیت کنین از خردسالی. خداوند کیست، ما کی هستیم، کی ما را آفریده است، برای چی آفریده است، ما چی نقشه داریم، برای چی در همین دنیا هستیم، زندگی میکنیم، همین چیزا را باید از خردسالی با آموزن با فرزندامون. بسیار خواهش میکنم ظلم نمیبینن بر دستر یک همسایتون، زنی همسایتون، فرزندتون، خشتبارتون، کسی که باشه نباشه، بسیار خواهش میکنم خاموش نشینین. راهی حل همه کارا یافتن ممکنه، فقط گپ زدن کتی، فقط یک معامله خوب کتی، یک فهمونیدن کتی، برای که ما را خداوند عقل داده است. ما ای حیوان چی فرق داریم که عقل داریم گپ بزنیم، نه اینکه ظلم کنیم و زورآوری کنیم. Да чего вот этот мужик безнаказанность и свою он почувствовал, что он мог вот такой зулм делать, да, на свою семью. Ами хотир зулма да чи оилае ки бинен, да касе ки бинен набинен, илтимос хоҳиш мекунем бетараф набошен, ки мо метонем як сухани мо, як мисол гап задани мо, як хушидани мо метона мисол ҳаёти одаморо спасад кунад. Мо вақт фикр кунен, ақлтона кор бифармонен, фарзандатона тарбия кунен. Худованд нигаҳбон. акнун бинамо
تو شادی و خرسندی، چون زشترین کار دنیا کردی. اشاره به انگوش نمایند سویت، یک عمر گویند تو قاتل فرزندی. اصلا تو نمی گفتی یک پند مرا، خاموش بودم می زدی هر چند مرا. با مهر و نوازشت به سویم باره، تو ای پدرم نکردی لبخند مرا. نماندی چو دشمن برایم ماته، چون برد تو بستی دست و پایم ماته. کردم زاری و التجا هم نرسید، بر گوش کرد آه و نوایم ماته. بیرحم چرا زنده پوستم کردی، انگوش نمای خویش و دوستم کردی. تا که نشوند آگاه از کرده تو، بردی و به آشخانه رستم کردی. اکنون بینما تو شادی و خرسندی، چون زشترین کار دنیا کردی. اشاره به انگوش نمایند سویت، یک عمر گویند تو قاتل فرزندی. اصلا تو نمی گفتی یک پند مرا، خاموش بودم می زدی هر چند مرا. با مهر و نوازشت به سویم باره، تو ای پدرم نکردی لبخند مرا. نماندی چو دشمن برایم ماته، چون برد تو بستی دست و پایم ماته. کردم زاری و التجا هم نرسید، بر گوش کرد آه و نوایم ماته. بیرحم چرا زنده پوستم کردی، انگوش نمای خویش و دوستم کردی. تا که نشوند آگاه از کرده تو، بردی و به آشخانه رستم کردی. اکنون بینما تو شادی و خرسندی، چون زشترین کار دنیا کردی. اشاره به انگوش نمایند سویت، یک عمر گویند تو قاتل فرزندی. اصلا تو نمی گفتی یک پند مرا، خاموش بودم می زدی هر چند مرا. با مهر و نوازشت به سویم باره، تو ای پدرم نکردی لبخند مرا. نماندی چو دشمن برایم ماته، چون برد تو بستی دست و پایم ماته. کردم زاری و التجا هم نرسید، بر گوش کرد آه و نوایم ماته. بیرحم چرا زنده پوستم کردی، انگوش نمای خویش و دوستم کردی. تا که نشوند آگاه از کرده تو، بردی و به آشخانه رستم کردی. اکنون بینما تو شادی و خرسندی، چون زشترین کار دنیا کردی. اشاره به انگوش نمایند سویت، یک عمر گویند تو قاتل فرزندی. اصلا تو نمی گفتی یک پند مرا، خاموش بودم می زدی هر چند مرا. با مهر و نوازشت به سویم باره، تو ای پدرم نکردی لبخند مرا. نماندی چو دشمن برایم ماته، چون برد تو بستی دست و پایم ماته. کردم زاری و التجا هم نرسید، بر گوش کرد آه و نوایم ماته. بیرحم چرا زنده پوستم کردی، انگوش نمای خویش و دوستم کردی. تا که نشوند آگاه از کرده تو، بردی و به آشخانه رستم کردی.